السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله ذوالجلال در قرآن عظیم شأن می‌فرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلة مبارکه. فرو فرستادیم ما این قرآن را در شب پربرکت، یعنی شب قدر. از ابو هریره الله تعالی از ایشان راضی باد که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. گفتند هر شخصی که قیام بدارد، یعنی عبادت کند، شبش صبح کند به عبادت، به ذکر و تسبیح، به استغفار، به صلوات، از روی ایمان داشتن و از روی که الله روز قیامت به سبب این طاعت عبادت هایی که در این شب ما انجام میدیم در روز قیامت پاداش و مکافات و ثواب و اجر بسیاری به ما عطا میکند. الله گناه های گذشته این بنده را از نامه اعمالش میگذرد، مغفرت میکند، میبخشد. که پیغمبر علیه السلام در دیگر حدیث فرمودند الله این ماه را برای شما ماهی پربرکت قرار داده است. در این شب، در این ماه یک شب هست که بهتر است عبادتش از 1000 ماه. هر انسانی که از ثواب و فضیلت و برکت این شب محروم ماند، پس به تحقیق از تمام خیر و خوبی ها و ثواب و اجر و پاداش ها محروم مانده است که در این شب قدر الله عطا کرد. الله ذوالجلال در شبهای آخری این ماه مبارک در ده آخر پنهان داشته است تا که ما و شما زیادی از این شبها را، شبهای طاق رمضان، شب زنده داری بکنیم، جستجو بکنیم این شب قدر در این شبهای طاق این ده آخر ماه رمضان. و ساعت هم در هفته در روز جمعه ساعت اجابت دعا که حدیث ها در این باره چند خیلی روایت شده است که اون ساعت اجابت دعا که پیغمبر علیه السلام میفرمایند بیشک در روز جمعه یک ساعت هست، ساعت قبول شدن دعاها. بنده مؤمن هر دعا و طلب از الله میکند، الله بیشک دعای اون بنده را قبول میفرماید. بعضی ها گفتند که بین دو خطبه است. علما بعضش گفتند که پیش از نماز عصر است، بعضش گفتند که در آخر ساعت ها پیشترک از نماز شام است. به هر صورت انسان کوشش بکند در این ساعت های اجابت دعا روز جمعه هر ساعت غنیمت بشمارد و هر دعایی که دارد به سوی الله دست برداشته دعا بکند، از الله ذوالجلال طلب بکند. و این ماه رمضان هم که نسبت دیگر ماه ها بسیار فضل و قدر و منزلتش است، زیاد است. و این شب قدر هم که در این ماه پنهان است، در شبهای طاق ماه رمضان از ده اخیر بنده مؤمن باید جستجو بکند، شبهای طاقش شب زنده داری بکند. و قول راجح تر همین است که این شب در ده آخر قرار دارد. از عایشه رضی الله عنها که گفتند پیغمبر علیه السلام در ده آخر ماه رمضان می گفتند جستجو کنید شب قدر را در این ده آخر ماه رمضان. باز روایت دیگری هم هست از عایشه رضی الله عنها که پیغمبر علیه السلام گفتند جستجو کنید شب قدر را در شبهای طاق از ده آخر ماه رمضان. عایشه رضی الله عنها و پیغمبر علیه السلام گفتند
یا رسول الله اگر من شب قدر دریافتم پس چی بگم در اون شب؟ پیامبر علیه السلام گفتند که بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ای الله بیشک تو بخشنده هستی، از من گناههای من ببخش، تو بخشیدن دوست می‌داری. یک مرد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، گفت ای رسول الله کدام دعا بهتر است که من به همون دعا بکنم؟ گفتند از الله عافیت پرس. عافیت یعنی سلامتی پرس در دنیا و در آخرت. باز همون مرد فردا آمد، گفت ای نبی الله کدام دعا بهتر است که من به همون دعا از الله دعا بکنم، طلب بکنم؟ گفتند از الله عافیت پرس، بخشش و عافیت پرس در دنیا و در آخرت. یعنی از الله بپرس که گناههای تو را ببخشد و از الله پرسان کن که تو را عافیت سلامتی بخشد در دنیا و در آخرت. زیرا اگر الله به تو عافیت داد، گناههای تو را کلا همش بخشید و تو را در دنیا از مریضی های جسمی و روحی در امان خودش نگه داشت، از مریضی های شرک و کفر و نفاق، بغض و حسد، عداوت و دشمنی تو را عافیت بخشید، سلامتی بخشید. و از مریضی های بد مثل سرطان و مثل ویروس و مثل وبا و مثل هر درد و رنجی که بد است، انسان بسیار مشقت میتید، عذاب میتید، اگر تو را عافیت بخشید در دنیا و در آخرت، تو را از عذاب قبر، از عذاب روز قیامت، از عذاب دوزخ عافیت بخشید، به تحقیق تو نجات یافتی. الله ذوالجلال فرو فرستاد این قرآن را، این کلام خودش را در این شب قدر، در این شب پربرکت، در این شب چنانه که در آیه قرآن تلاوت کرده شد، همه کارهایی که برای یک سال نقشه کشیده میشه، پلان کشیده میشه، در این شب به تفسیرهای قرآنی مفسرها تفسیر کردند که الله ذوالجلال ملائکه قبض روح ملک الموت در این شب، از این شب قدر تا شب قدر سال آیند چقدر انسان فوت میکند، وفات میکند، نوشته میکند، چقدر انسان ها در دنیا در مدت این یک سال چی میخورند، رزق اونها را، تقدیر اونها را نوشته میکند. به همین خاطر ما کوشش بکنیم که این شبها را اهل و عیال و زن و فرزندا را از خواب بیدار بکنیم، یک حصه از شب به طاعت و عبادت، به ذکر و تسبیح، به دعا و استغفار، به صلوات بگذرانیم. زیرا که پیغمبر علیه السلام این شبهای قدر بسیار اهمیت میدادند. در مسجد خصوصا در مسئله اعتکاف که یک مسئله مهمی است که بسیار در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اهمیتی کلان داشت، مردم بسیار به اون صحابه های کرام خصوصا خود پیغمبر علیه السلام اهمیت زیاد میدادند